شهلا شریپова زاده دهه نواباد ناحیه شهرینم بیشتر خوراک‌های ملی را در جشن‌ها و توی مرکه‌ها آماده می‌کند. برای آماده طعام آش بریده به دیگ روغن انداخته می‌تاساند. سپس گوشت میده‌ریزه کرده را کمتر تفت داده پیاز و پمیدار انداخته بریان می‌کنند. آب انداخته اول نخود پیشکی تر کرده را شسته می‌اندازند. بعد کمی پختن نخود و سبزی انداخته در آتش پس می‌جوشاند. در همون وقت فرق میکند که ما این را آش بریده میگویم، دیگه به ناحیه ها باشن این را آش اتاله میگوین. مهم فرقتش در همین هست که بیرون میکنیم، روغن و پیاز میانزیم بیرون میکنیم. گوجه بیرون نمیکنن، آب میجوشونن. خمیر پهن کرده را برای نمش پریدن 10-15 دقیقه میگذارند. سپس خمیر را بالای هم چند ته کرده از آن تسمچه های پهنیشان 5-6 سانتی متر میبرند و تسمچه ها را بالای هم گذاشته خیلی باریک به شکل نرگسی ریزه میکنند. 10-15 دقیقه پیش از تیار شدن شوربا خمیر بریده را به دیگ انداخته آمیخته میکنند و به جوش آورده تا تیار شدن آن میجوشانند. من خور بودم به پیش مادرم خیلی خوراکای تیار میکردن. نزدی مادرم شیشته این خیلی خوراکای یاد گرفته. من حاضر کلان شدیم. اکنون این خوراکای ما با بیاشا یاد دادیم. من خوراکی ملی ما این آشی بریده میگوییم، آش سیوق میگوییم. این ما خاصی مردمی ملی تاجیکی ما میباشد. ما در بسیار جشن و مراسم های خودمان را استفاده میبریم. مثلا در جشن های نوروز ایدوی بهاری به استفاده میبریم. خاله گلخمار 80 سال دارد. صاحب 10 نفر فرزند میباشد. خوراک‌های ملی تاجیکی را خیلی ماهرانه آماده میکند. میگوید که همه فرزندان را هنرمند کرده است. مادرم یاد داد که من هم خیلی عاشق کنیتون، فقط پگه خانه شهوراتو میریتون، خوشتامن داریتون. یک خوشتامن گنده هنرمند داشتم. نونوی گرفته دنگله میدادن که چوه اینا میونه زده کردی. من یاد گرفتین همه چیزا. من 10 تا فرزند کلان کردم. 3 تا دخترم خواندم، بچه‌ام خواندم. حاضر من معلمی به درس دادیم. من اینش حولوپس دخترم من ویش قراقدوس. بانوان این گوشه کشور برابر پختن خوراک‌های ملی باز نان‌های گوناگون میپزند. همین است که امروز خانه خاله گلخمار سر آدم بود و همه بانوان به پختن خوراک و نان مشغول بودند. باید گفت که این هنر خود را به فرزندان و نبیرگان نیز می‌آموزانند تا که آنها در زندگی این هنرها را استفاده برند.